است. رسول اکرم میگوید مروا اولادکم بالصلاه و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. به همه شما امر میکند پیغمبر، تمام پدرهایی که فرزندهای نرینه و مادینه دارین، دختر دارین، بچه دارین، پیغمبر خدا میگوید ای مردها، ای پدرها، ای مادرها، فرزندهاتان در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستید. دخترها و بچه ها را امر به نماز کنین. پیغمبر امر دارد مروا اولادکم، امر کنید فرزندهاتان. سحر که خود خیستی بیدارش کن، دلت باوی نسوزد، بیدارش کن. 7 سالگی در رسول اکرم گفتن امری به نمازش کنید. واضربوه و هم ابناء 10. وقتی 10 ساله شد و این فرزند تو نماز نخواند و یا لط کوب کن و ای را بزن که وی در نماز قائم شود. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در 10 سالگی جاگه خوابشان جدا کنید. یعنی جاگه خوابی که اگر همراه شما باشند و ها را در دیگر خانه برید. اگر دختر و بچه یک جا خواب باشد، جاگه های خوابشان جدا کنید. کاری کنید که این فرزندها هم در آخرت دامنگیر شما نشوند.